یه گایز بچه خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. من امیرعلی هستم. گفتم هستم بچه بریم تو بازی. بچه واقعا ویدیو قبلی خیلی بازی داشت خوب ترکونی واقعا، ولی خدا نمیخوام بگم شما اصلا اینطوری نه، ولی سابا خدا یکم کم بودن، بیشتر رو پشت کنیم. بچه من این چند وقته خب ببخشید نتونستم ویدیو بذارم، خاطر اینکه چیزه اینم یه باج خودم همین میخواستم ویدیو بگیرم، نه صدام زد میشد نه تصویر کنم این ویدیو هم اینطوری شه. حالا امیدوارم نشه، صدام زد میشد تصویرم زد نمیشد، مشکل خورده بودم وگرنه الان من ویدیو گذاشته بودم. باد شکانش قوی تر از من دمیجش بیشتره. اگه واقعا من سیستمم یه طوری که اصلا لگ میشه خیلی، ببخشید ولی تو ویدیو خیلی لگ میشه. اونجا هم سعی میکنم یکم یه طوری ادیتش کنم که بهتر باشه. من چیز دارم میکنم، سعی میکنم سر هر ویدیو بهتر کنم ادیتمو. خاطر همین ویدیو قبلی مثلا یه چند تا نکات یادم رفته و حالا این ویدیو باید سعی کنم بذارمش. سعی که نه باید حتما بذارم. خودتون میفهمی که فرقایی داره این ویدیو با ویدیوهای قبلی. وای نه نمیتونم یه دقیقه بسیم. بچه ها نمیدونم چرا من هر وقت ویدیو نمیگیرم، همین الان داشتن بازی میکردن ویدیو نمیگیرم بابا، کلی چیز دادن تگ دست قبل این کردیم تگ و کار داشتن بازی میزدن. زاد جلو دوربین زای بازی در میادش. موفن خدا اینجا رو چرا نزد بابا؟ نمی دیگه بخور این شاد نمی جانم ویلسید باز شکست بشه که دارم میرخصن. بابا همه طرف هم نمی دارم. ناگون کن از دو طرف محاصره شدم. اونجا ناگون طرف چه کاری کرد؟ سرعتم بیشتر کرد، تونستم فرار کنم. اونجا سرعتم بیشتر نمی کرد. خب بدبخت کن انمی هم گرفت. میگم کاربرد ترپی بابا کیلوزیه. چون خواستم با رفیقام ویدیو رو بگیرم که دیگه نشه ولش کرد، چون رفیقام کار داشتم. نکن من صدام باز کنم. بابا به خدا تو رو یه جوری میزنم جای دوزه زنه نو به سگ. وای شورسی اینو بیا بزن. مرسی. یک بود فکرم داره به یارش میگه بیاد. باته شدر کیلتو بزنم. خدا بیا مرزتت، خیلی یارو خوبی بودی ولی انتقامتو میگیرم. خدا رو شکر تا الان آنچنان جن نخورد تو ویدیو، یعنی جن نظر اینه که چیز نشده، قد نشده ویدیو. ولی اگه خیلی دیر به دیر ویدیو میذارم بابا مفر دیگه به خدا با یک تک به دو نمیدونم بزنم. بهش لوتتو کمد منو بگی خدا دیگه تک به دو با یک دو اینا دیگه نمیدونم. یا خدا داشت یه دقیقه تو نمیر باز من افسردگی میگم تو میمیری. خدا خیلی مرام دارید. یکی به طرف من گیر کرد.
ها ترقی شد. چیلای خوشگل به این میگن ها. میخوام پرکا بردارم یزی. بزنش خدا وکیلی تا اینجا خیلی خوب بازی زد. اشکال نداره خدای خوب بازی میام رو سرت بد میزنم. دو شاتگان رو بردار مدری که یاریم بیفته بیام میگیرم بزنم که پینگش کنده. آی من آنچنان اهل صحبت تو ویدیو نیستم بچه، بخاطر این چند صحبت کنم ولی دارم سعی میکنم خیلی صحبت کنم. حالا اگه خیلی صحبت کنم کامنت بگین که زیاد صحبت نکنم. از کجا من بابا ای حالا جرأت داری بیا زیرا گوشش چرا بدل آرتیکو برداشت. میتونم کنم عوض کنم. دراب گرفتیم خیلی یه کمپ آرمور رو بزنی بعد بری راش. نه اجازه جلو بیشتر آغاز وانشات نمیکنه. دیدی ای توف تو ذاتش نزن گناه داره. شما دوتا که میمیری در خودم بکشم به خودم بیا حواسش پرچ نوب سگی. شما بس من یه خودم بیان لوت کنم. والا با اون تصویری که دیدم این داشت این کارو میکرد نشون میده که نوبه. نمیدونم بچه از اینجا دوشیم. داش یکی جانم چه جامپی بود این زدی؟ من نازن شما سه پشمام ریخ با این جامپت. دوشی دقیقه منو بگی دمت گر برای اینم بزنی عشق. شما سه تا شیرق منو بیا اینجا بگیر. بیست ثانیه داره جده وی اومد منو بزنه. نبینه توف تو اون ذاتت لوت کن داداش ببین چی کارت کنم. دماغم بزن شمارسه من به تو امید دارم. بنازم ببین شمارسه عالی 15 تا کیل دمت گرم. بچه اگه خواستین ویدیوهای بیشتری از کالاف بزنم براتون لایک ویدیو فراموش نشه. بچه آخر این بازی هم حالا یکم حوصلتون سر رفته حداقل یکم حالتون بیاد مثلا اونجا حال چطور بهتون بگم خوشحال شین اینا یه اتشمنت ایچیز هم براتون میذارم. بابا فکرم ایچیز هم هستش فکرم انداختمش. بیا بیرون جرأت داری بیا بیرون. داشتون سمت من نامردی خدا وکیلی تای نامردی وای لک شدن. جایی خواستین اخبار سیزن بعدم براتون بذارم لایک ویدیو فراموشش. خدا درابگان هیچ کس نیست شما داری میری بایی ندار چیه دوش بود سگ کاملی دیگه. وای یک میشه که فشار چیه اونورم چیز پروازه بسته نموشه. تو رو خدا وای دوش اکوشیه که شما سه تو بمیدی بدبختی. دوش بس بزن شما سه خیلی ساعت قوی بود.
خیلی خوب بازی. اش تک بکندی تک بسه بیاید خود اوه بزن وای بیا بیرون جورت داری بیا بیرون داشت زیر آب و نها کن به نظر من اونا بزن ولی میشه ببین همینو من اکیشو یک کردم نمیرون بزن خسته نباش دو طرفشو بدبختی که تک بده شونه بچه یه دست دیگه هم بزنیم. حالا تا اینجا ویدیو اومدیم میخوام این دست دیگه ترر ها رو کنم خفنم بازی کنم سعیم میکنم واقعا کل سعیم کالاف یه چیز بعدی که دارین اتفاقی یعنی یه دفعه زارت بعد شانسی میاد یه دفعه اینو خوش شانسی میاد نیم هیچ کسی از رفیقام نیومده نه آی هستم اومدم اول صبح براتونم ویدیو رو ضبط کنم واقعا یه لایک نداره این ویدیو خدایی خدا وکیلی حتی بد بازی کردم مرامه نمیرسه من خواهم در آینده مشترکام زیاد شدن خب به اونایی که مثلا 4-5 سابسکرایبر دارن خب بهش حمایتشون کنم معرفی کنم پیجاشون رو بذارم هر کی از الان منو دنبال کنه تا اون موقعی که یکم معروف شد تقریبا 2000-3000 تا خب اون موقع همونا رو من مینم آیدیا از که دنبال کنید همونا رو معرفی میکنم خدا ببینم چیکار میکنم تو بازی ماینکرافت خورده و کالاف ببینم چیکار میکنی تو 2 روزا 30 تا بازی خوردش ماینکرافت ببینم حالا کالاف رو چیکار میکنی سعی میکنم یه دونه میگم بچه ویدیو بذارم خب فردا حالا شاید نمیگم قول نمیدم چون کلی کار دارم خاطر این کلی کار دارم شاید نتونم ولی سعی میکنم به خاطر این جبران کردن اون چند وقت خب یا خبر بنیم بابا جایید 12 چونه؟ او جایید 12 هر وقت به دستم میفته نمیتونه اصلا بزنم بعد به صریف میفته میزنه همینطور منو رنده میکنه یعنی چی بگه خداش چیکار میکنی؟ خدای شکر تا الان اینجا ویدیو خراب نشده یه دفعه خراب شه خراب میشه مشکلش اینه که چیزه باشه یه دفعه چیز میشه این هم خدای خیلی خوب نیست خدای میگه داداشانم مردن داداش 3 تا تو مردین 100 قوی حال میدم من ببشیم برم اونجا را شدم چند نفر من بودن خدا الان مینه 6-7 نفره بابا یا خدا حالا فهمیدن حالا شما 3 نفر بودین به 4 نفر من تک بودم شرمنده که این چند وقت ویدیو نتونستم میذارم چون کامنت و ساب و لایک فراموش شده من بیشتر یادم میده تو ویدیو آینده کارافم
با دوستان بازی میکنم حالا. بابا این پشم اومدن دور من. کجای داشت؟ میشه امان بدین آرمان هم بزنن. باد یا خدا بچه من این فور ریج دو رو خیلی خوب میزنه. این بالا بات بابین دو تو راش بده جورت داری راش بده. من تا آرمان هم بزنم. اینجاست دلی باش. کجا رفت؟ یارو خیلی صداش منو میزده منو فراموش کرد. تیرم نداره. داشون سر قبل دارن رنه میکنن. ای حالا من زارد ترب میندازه. ای ترب داشت لوت کن. آفرین لوت کن ای نشد. شما بگیر بهش ها. اصلا حواسش نیست. اونجا یه نقطه ضعفی که هستش برای شاتگان پلیره که بتونیم بزنیشون. حالا اونجا جا نبود که من بزنم. خب همین مثلا اینجا شاتگان پلیره. خب حالا یه رسم بکنم مثلا اینجا شاتگان پلیر است. من اینجا همزو تیر میگیرم بهش موومنت بقب فاصلت باید با انمیه رعایت کنی. حالا بعدا براتون میذارم چند تا نصیحت. یکیش بود رسم چه اسنایپره. بابا یزیدا بزن شما تو بزن شما تو دارش خیلی قوی ها. خیلی قوی. تو شویی چی کار میکنی تو؟ یارو دیلی یک بودش نمیرن مومنی. همیشه یک چیز دیگه هم میخوام بهتون میگم. همیشه دراپ اول میاد نرین. دراپ اول میادش همه میریزن سرش. دراپ بعدی که زیاد میادش به خاطر همین. حالا ما میریم یه ریسکه. حالا کانتت آجی لگ میشم شدیده. یا ما رفتیم. بیا خودت کانه تو بشه شده. من رفتم یارم اومد. بله داداش نه غلط کردم. خداحافظ. بسه آرمان هم میزنم شما تداش اومده جنگت بالا. بیش نمیخوام اجازه آمد دست بده. بابا گان جورت الله اکبر. بابا ناموسن گان نکشی که داریم شاتگان میزنیم. انگار مثلا دوئله. گان نکشی نامد. شما چه داداش همی نمیدی ها. داشت خب کیلش کن. دو نفر الله واقعا عقل یارم رو درک میکنه. من خود نمیگفتم ریسکه بریم درفتان. رفتم زارت مردم. کنن دو نفرین فرض کن 2 10 نفر خودم میشه. دوشن بیا بالا. بابا لگم کان لگ برای شما معلوم نباشه ولی برای من معلوم باشه.
بذار من این شاتگان از اینجا بکشم. چون استریما هم دارن. اوه به به این لوتای خوشگل. استریما هم بعدا شروع میکنم، اما حالا یکم به درآمد از یوتیوب برسن استریما هم شروع میکنم. آموزش مثلا شروع کردن یوتیوب هم براتون میذارم اگه خواستی. در ویدیوهای آینده هم تصویرم یه گوشه از اینجاها بازی میادش. خب مکبتوری تو ببین. یا خدا بابا چه دونه به خدا یه دراپه. آها راستی ببین بشه کاور ریز بده. وای SMG من این که این گانم دستمه. برم مدنم بردارم. سعی میکنم ادیتمو قوی کنم که عدل این لگا رو بر شما نیاده، شما بهتر بازی ببینید. آروم آهسته باشید. با خواستم الان ما هم بریم زارت بالا. شما داشت اینو بیا بزن. نمک خوری یاره منو میزنی دیگه. نمیرم ها. اومده. Instability detected. Safe zone evac orders are in effect. نه. Airdrop is coming. Void walker activated. بابا کلت آخه چی اینجا؟ دو شات هم میخوره نمیمیره. فشار چیه؟ کلت نامزه چیه تو بهتیه؟ خودم کلت میشم خودم میکشم. این تیر نمیزنم اصلا. فشاری میکنم آدم ها. با شاتگان میزنی یارش هم یکیشو یک کنی. یارش هم وار ماشین داره، اون یکی یارش هم میاد فشاری میکنم. چون این آتیشن چیز همه حالا میدونم بیشترتون نمیچینی چون اونجا دو شاتا دیدی. حالا بعضی هم خواستم بچینن ببین. آتیشمینی 117 خدای خوبه. خدا وکیلی بهترین آتیشمین 117 بهترین اسولته واقعا میگه. اینو بچین واسه این رسی برم ببینی سه دارم اینجا بهترینه. خدا وکیلی بچینش. اگه خوب نبود خوب نزدی باهاش خدا وکیلی بگو. بیا تو کامنت ها به من یه چیز بگو اصلا این خوب نیست اینا. خب بچه مرسی که دیدین این ویدیو را. ممنونم بابت دیدن ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. در آینده هم یه دونه چیز ببینین آخره هر ویدیویی ما چطوری بهتون بگم یه تبلیغ ماننده مثل همه یوتیوبرایی که آخرش چند تا ویدیوشون رو میان معرفی کنن. حالا من آنکه ویدیو هم ندارم زیاد که بخوام معرفی کنم، حالا چند تا ویدیو شد بعد اونها هم میذارم. بچه‌ها مرسی که دیگه دیدین. ممنونم ازتون. فعلا تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.